شما قوم تاجیک، شما قوم هزاره بیخی کسکشترین قوم بودین، بی‌ناموسترین قوم افغانستان بودین، بی شخصیت حرامزاده. همین رهبرایتون مرده بود، با همینایی هم نمیذارن جایشون بخوابه. خواب عکس احمد مسعود زدین، فیران دختر تاجیک، عکسی که اونی که عبدالعلی مزاره را زدین روی دختر پیران هزاره. اینقدر کسکشی را نکنین، قوم فرستی را. الان اومدین داخل مجازه فیلتر ساختین، کسکشی را الان یکی میاد این بر سرش تکان میده، یکی اون بر. همین افغانستان رو پارچه پارچه کردین. شما بخواین که تقسیمش کنین با فیلتر، کسکشی را نکنین. برین که از این دیگه اگر کسکش را میخواین خواهرایتان گرفته خارج به خارج بگردین که پول پیدا کنین، اگر کار همینایتان مونده باشه دیگه نکنین کسکش را. همین 45 سال وطن رو، افغانستان رو بیچاره کردین، تیکه تیکه کردین، قلبایشون رو پاره پاره کردین. شما بی‌ناموسا، از شما تر نلتر چیز شخصای قوم نبود داخل افغانستان. کسکش را بحثش کنین، پارچه پارچه کردین. یک افغانستان نام داشت تمام جهان، یک صنعت از چیز داشتگیش میچلید جهان. الان شما چیکار کردین؟ الان افغانستان هیچ کس نمیپرسه کسی که الان خون ملتش ارزش یه پرنده ندارن، ارزش خونتون فشه ندارن. چیکار میکنین شما در این روز داخل مجاز کسکش را؟ با خدا قسم نکنین، شرمانین با خودتان. من چیز حرفی ندارم واسه شما بگم.